گفت پیغمبر ز سرمای بهار تن مپوشانید یاران زینهار. ببینیم باز دوباره مولانا یه تمثیلی رو شروع کرده، باز دوباره یه روایتی رو داره میخونه و ما از مولانا این توقع رو داریم که اگر ظاهر یه روایتی رو گفت، اگر ظاهر یه تمثیلی رو گفت، بلافاصله دست ما رو بگیره و به بطن اون ببره. ببینیم چی میخواد بگه. سلام و درود خدمت دوستداران جناب مولانا. میریم سراغ بحر در کوزه شماره 52. ما توی بحر در کوزه 51 دیدیم که مولانا داستانی رو شروع کرد، یه حکایت کوتاهی رو البته شروع کرد که حضرت رسول روزی به گورستان رفتن که کسی رو دفن بکنن و بعد بحث مردن که پیش اومد یک موضوعی رو در واقع یک زمینه‌ای رو ایجاد کرد برای مولانا که درباره مرگ از نگاه عارفان نکته هایی رو بر ما بگه و ما توی این بیت یعنی بیت 2036 برمیگردیم سراغ داستان. چون ز گورستان پیامبر بازگشت سوی صدیقه شد و همراز گشت. صدیقه لقب عایشه است و به چه دلیل صدیقه گفته شده؟ شاید به این دلیل که دختر ابوبکر صدیق بوده، به ایشون لقب صدیقه رو دادن. چشم صدیقه چو بر رویش فتاد پیش آمد دست بر وی می نهاد. بر عمامه و روی او و موی او بر گریبان و بر و بازوی او، یعنی با تعجب داشت لمس میکرد حضرت رسول رو. گفت پیغمبر چه میجویی شتاب؟ دنبال چی میگردی؟ گفت باران آمد امروز از سحاب. اگه امروز بارون نیومده؟ جامه هاات می بجویم در طلب تر نمییابم ز باران. ای عجب خیس نیستی شما چرا؟ گفت چه بر سر فکندی از ازار؟ ازار مطلق لباس میشه گفت، یعنی چی انداخت؟ چه چیزی، چه پارچه‌ای چیزی کشیدی رو سرت؟ گفت کردم آن ردای تو خمار. گفت بهر آن نموده پاک جیب چشم پاکت را خدا باران غیب. میگه چون این لباس من رو انداخته بودی روی سرت، خداوند به تو بارانی از بارانهای غیب رو نشون داد. نیست آن باران از این ابر شما، از جنس بارانهای دنیایی و از جنس ابر این دنیا نیست، هست ابری دیگر و دیگر سما. خب تا اینجا پیش رفتیم. حالا دو بیتی رو مولانا قرض گرفته و برای ما میخونه که اون دو بیت رو منم براتون میخونم که آسمان هاست در ولایت جان کار فرمای آسمان جهان. در ره روح پست و بالا هاست کوههای بلند و دریا هاست. این بیت معروف هم هست که صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. تمام آنچه که در روی زمین ما میبینیم در واقع تبدل امثاله، یعنی یک عالم مثالی وجود داره، عالمی در عالم بالا وجود داره، گویی تصویری از اون عالم به صورت اشیا، پدیده ها، اجسام و هر چیزی که در این دنیا وجود داره بر ما ظاهر میشه. عشقی که در این دنیا هست تصویری از یک عشق متعالی و آسمانیه و همه اشیا هم همینطور، عالم مثال. غیب را ابری و آبی دیگر است، آسمان و آفتابی دیگر است. نایدان الا که بر خاصان پدید آمدن، این آشکار شدن. اون رو نمیبینن مگر کسانی که چشم دیگری داشته باشن دیگه. باقیان فی لبس من خلق جدید، یعنی دیگران از این خلق جدید، از این مخلوقات جدید بیخبر هستن. هست باران از پی پروردگی، هست باران از پی پژمردگی. باران هم انواع و اقسام داره.
نفع باران بهاران بوالعجب، باغ را باران پاییزی شد تب. آن بهاری ناز پروردش کند، وین خزانی ناخوش و زردش کند. همچنین سرما و باد و آفتاب، بر تفاوت دان و سررشته بیاب. من سر رشته رو دارم به تو میدم، مثال دارم به تو میزنم، برای تو مثال دارم میزنم. باران، باد، کوه، در و دشت، آدمیزاد، هر چیزی که در این عالم میبینی شما دو دست است. بهاری داره و پاییزی. تو سر رشته رو از این بگیر، برو. همچنین در غیب انواع است این، در زیان و سود و در ربح و غبین. ربح یعنی سود، غبین یعنی زیان. این دم ابدال باشد زان بهار. ابدال یعنی بندگان ناب و پاک خداوند، انگار نفسشون رو از اونجا میگیرن. در دل و جان روید از وی سبززار، به خاطر همینه که وقتی به تو نگاه میکنه، وقتی با تو هم نشین میشه، وقتی با تو هم کلام میشه، در دلت گویی سبززاری میرویه. انگار حالت خوب میشه، انگار خوبی ها رو بهش تمایل پیدا میکنی. چرا؟ اونا نفسشون از بهاره. یعنی بهار اینجا منظور از اون جنبه خدایی دارن ارتزاق میکنن. فعل باران بهاری با درخت، آید از انفاسشان در نیک بخت. از نفسشان فعل باران بهار میاد. گر درخت خشک باشد در مکان، عیب آن از باد جان افزا مدان. اما اگر یه درخت خشک باشه چی؟ آیا باد بهاری روی اون تأثیری داره؟ به قول جناب سعدی که گفت باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ سبزه روید، در باغ سبزه روید و در شوره بوم خس. هیچ. بالاخره اون ظرفیت اون طرف مقابل هم هست. باد کار خویش کرد و بروزید، آن که جانی داشت بر جانش گزید. در معنی این حدیث که اقتنموا بر در ربیعه الی آخره، گفت پیغمبر ز سرمای بهار تن مپوشانید یاران زینهار. گفت پیغمبر ز سرمای بهار تن مپوشانید یاران زینهار. ببینیم باز دوباره مولانا یه تمثیلی رو شروع کرده، باز دوباره یه روایتی رو داره میخونه و ما از مولانا این توقع رو داریم که اگر ظاهر یه روایتی رو گفت، اگر ظاهر یه تمثیلی رو گفت، بلافاصله دست ما رو بگیره و به بطن اون ببره. ببینیم چی میخواد بگه. گفت پیغمبر ز سرمای بهار تن مپوشانید یاران زینهار، زان که با جان شما آن میکند کان بهاران با درختان میکند. لیک بگریزید از سرد خزان، کان کند کو کرد با باغ و رزان. پیغمبر گفته که از سرمای بهار، این خنکایی که باد بهاری داره، شما ازش پرهیز نکنید. چرا؟ به دلیل اینکه با جان شما آن میکند، آن کاری را میکند کان بهاران با درختان میکند. چیکار میکنه بهار با درختان؟ اونها رو سرسبز میکنه، اونها رو پر از شکوفه و گل و میوه و نعمت میکنه، اونها رو ثروتمند میکنه. و بهار، باد بهار هم شما ازش پرهیز نکنید. حالا ظاهر داستان اینه که میگه پیغمبر که وقتی که فصل بهار شد لباس کم بپوشید، برید تن خودتون رو بسپرید به خنکای بهار. اما لیک بگریزید از سرد خزان، کان کند کو کرد با باغ و رزان. رزان یعنی باغ انگور. راویان این را به ظاهر بردند، هم بران صورت قناعت کردن. اینو گفتن که آره دیگه پیغمبر همین گفت که آقا بهار لباس کم بپوشید، پاییز لباس زیاد بپوشید، مواظب باشید. بی خبر بودند از جان آن گروه. کسی که از عالم جان آگاه باشه از این اشارت پیامبر عمقشو میره سراغش
لفظ رو میذاره کنار، اون معنی ظاهری هم بله، بهارم باید تن به بهار داد، پاییزم باید لباس زیاد پوشید، ولی بعدش چی؟ آدم آگاه، کسی که پیامبر شناس باشه، باید بره سراغ اون لایه پایینتر و عمیقتر. راویان این را به ظاهر بردند، هم بر آن صورت قناعت کردند. بی خبر بودند از جان آن گروه، کوه را دیدند. کوه را دیده ندیده کان، کان یعنی معدن، ندیده کان به کوه. آن خزان نزد خدا نفس و هواست. خزان نفسه، عقل و جان عین بهار است و بقاست. مر تو را عقلی است جزوی در نهان، کامل العقلی بجو اندر جهان. تویی که یه عقل کوچیکی داری، برو سراغ کامل العقلی، جزو تو از کل او کلی شود. عقل کل بر نفس چون قلی شود. عقل کل بر نفس چون قلی شود. یعنی وقتی که تو با یک صاحب عقلی، با یک عاقلی هم نشین باشی، اون انسان عاقل کلامش، نفسش، نگاهش و هر چیزی که از او به تو میرسه، نفس تو رو در زنجیر میکنه، اسیر میکنه، تو رو آزاد میکنه از شر نفس. پس به تعبیل این بود: کنفاس پاک، اگر بخوای این کلام رو تعبیل کنی، به اصلش برگردونی، به پشتش راه پیدا کنی، این میشه که انفاس پاک چون بهار است و حیات برگ و تاک. تاک هم که انگوره. از حدیث اولیا نرم و درشت تن مپوشان، زان که دینت راست پشت. اگر با ولی روبرو هستی، اگر با یکی از اولیاء خدا هم نشین هستی، این رو بدون که حدیثش یعنی کلامش، نگاهش، هر چی که از او به تو میرسه، اگرچه که در ظاهر خشن باشه، اگرچه که در ظاهر نامطلوب باشه برای تو، مثل باد بهاری زنده کننده است برای تو. زان که دینت راست پشت، یعنی پشت و پناه دین توه، پشت و پناه انسانیت و معنویت توه. گرم گوید سرد گوید خوش بگیر، تا ز گرم و سرد بجهی، یعنی بجهی، یعنی فرار کنی، از گرم و سرد فرار کنی، نه که از جایی که گرمه بری، از جایی که سردم بری یه جای ولرم، یه جایی که مطبوع باشه. نه، میگه کلا دیگه این موضوعیت گرم و سرد دیگه موضوعیت محوری زندگی تو نخواهد بود. یه چیزای بالاتری برای تو ارزش و اهمیت پیدا خواهد کرد. تازه گرم و سرد بچی و سعیر یعنی جهنم، سعیر. گرم و سردش نوبهار زندگی است، مایه صدق و یقین و بندگی است. زان کزو بستان جانها زنده است، زین جواهر بهر دل آگنده است. یعنی در دریای دل او از این جواهرات فراوانه و همنشینی با تو، همینطور این جواهرات رو در خدمتت قرار میده. بر دل عاقل. دلیلش رو داره میگه. چرا اینجوریه؟ دلیلش اینه که میگه انسان عاقل، انسان عارف، انسان وارسته، انسان حقبین، انسان به حقیقت متمایل، مراقب دلشه، مراقب قلبشه، براش اهمیت داره این دل و محاسبه میکنه حال دل خودش رو و میدونه که چی به چی، الان چی داره میگذره. بر دل عاقل هزاران غم بود. انسان عاقل هزار غم بر دلش میشینه، یعنی حساسه. گر ز باغ دل خلالی کم شود. اگر این قلبش یه شاخه کوچیکی، پر کاهی از این بوستان قلبش کم بشه، این متوجه میشه. یعنی از محرومیت های روحانی آگاه، از شکفتگی های روحانی آگاه. بنابراین اگر تو هم نشین اون بشی، تو در واقع شریک
قلب اونی و شریک اون باغ و بوستان درون این انسان از خود رسته هستی. سپاس از شما که با من همراه بودید. در پناه